شرکت آیرس مسئول نگوبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان صبح 8 ینور خبر داد که ترمه‌های سرشمار که شروع از صبح دیروز در راه دوشنبه چنوق فرآمده بودند برطرف گردیده چند لحظه پیش حرکت نقلیات از سمت خوجند به دوشنبه آغاز گردید. کارمندان فیلیال شرکت تلاش دارند تا در نزدیکترین فرصت گزارش نقلیات از هر دو جانب امکان پذیر گردد. خاطر رسان میکنیم که بر اثر فرآمدن ترمه راه دوشنبه خوجند چنوق از صبح 16 ینور بسته بود. گفته میشد روزهای 16 و 17 ینور در کیلومترهای از 62 تا 74 راه ماشینگرد دوشنبه خوجند در موضع میخوره اوشیار و اشتر نویه ورزاب ترمه فرآمده. نیمه دوم روز 17 ینور یک ترمه بزرگ برش 10 متر و طولش 600 متر در کیلومتر 65 فرآمده راه را به تمام بست. مرکز آب و هواسنجی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان از قبل هشدار داده بود که از 15 تا 20 ینور در وادی‌های این کشور باریدن باران و از 17 تا 19 ینور در ناحیه‌های کوهستان و بلندکوه باریدن و برف و باران پیش بینی شده. در بعضی ایالت‌ها برف‌ریزی‌های شدید نیز پیش بینی شده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده روز 17 ینور گفت همانا در راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه لخش، کولاب درواز ونج خوروغ اشکوشم، خوروغ مرغوب خطر لغزش ترمه و ریزش سنگ باقی مانده است. این کمیته از رانندگان خواسته است که در راه‌های کوهستان از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و بدون ضرورت عاجل به راه نبرایند.